با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. بله، دیدید تکفیر مسلمانان از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که اصحاب ایشون رو اینا تکفیر میکنن شروع میشه تا آمدن مهدی. به قول این آخوند همه کافر هستن. حالا شاید بیاد یکی بگه که بابا این حرفی آخوندی است و ما به این اعتقاد نداریم و ما شیعیان شما رو برادر میدونیم و فلان میدونیم. ما بهش میگیم ما شما رو برادر میدونیم، دستان شما رو میفشاریم و دست برادری و اخوت به طرف شما دراز میکنیم. اما آیا حاضر هستی که از همه میراث فرهنگی که یا میراث ولی نمیشه بهش فرهنگی گفت، این میراث زباله های مجلسی و کلینی و مفید و مضر و اینا رو همه رو کنار بگذاری؟ اگر اینا رو کنار بگذاری تو دین تو از کی میگیری؟ اگر گفت از قرآن میگیرم، از سنت صحیح رسول الله میگیرم، این که اهلا و سهلا تو واقعا راست میگی و برادر ما هستی. یک سری میزنیم به چند تا از مطالبی که در کتاب‌های اینا اومده در مورد تکفیر. این کتاب من لا یحضر الفقیه است از شیخ کذوبشون که بهش میگن شیخ صدوق. این صفحه دومش. اینم در اینجا در مقدمه میگه که هرچی که در این کتاب جمع کرده اعتقاد داره که این حجت است بینه و بین پروردگارش و همه روایات صحیح رو در اینجا جمع کرده و حکم به صحت این روایات میکنه. بعد نگه فردا کسی که والا ما این روایت صحیح نیست ما قبول نداریم. آقای صدوق میگه که این روایاتی که من در اینجا جمع کردم روایات صحیح است. ما میریم سراغ روایت در کتاب دیات، حدیث شماره 5194. این روایت رو ذکر میکنه. بعد میاد در اینجا میگه ارائیت من جهد الامام منکم ما حاله. از امام روایت میکنه، طبعا از امام ابی جعفر محمد باقر، در مورد حرمت مؤمن بر مؤمن هست. بعد اینجا میخواد مؤمنین رو به اصطلاح تفسیر بکنه و غیر مؤمنین رو نشون میده. میگه که آیا کسی بیاد یکی از امامان رو انکار بکنه، ما حاله. فقال، امام چی گفت؟ من جهد اماما برئ من الله و برئ منه. کسی که امامی رو انکار بکنه بری از الله هست و الله از او بری است و از دینش. فهو کافر است این شخص، مرتد عن الاسلام، مرتد شده از اسلام. لان الامام من الله، چرا که امام از طرف الله است و دینه دین الله، دین امام دین الله است. و من برئ من دین الله فهو کافر، کسی که برائت بجوید از دین الله فهو کافر است. دمه مباح، خونش مباح است. فی تلک الحال، در این حالت. الا ان یرجع و یتوب الی الله عز وجل، مگر اینکه برگرده و توبه بکنه و از این چیزی که گفته. بعد از اون چی میشه؟ مالش و نفسش و چیزش مأمون میشه و الا مباح است برای مؤمنین که این رو بکشن، مالش هم بگیرن و خمسش هم به حضرت آخوند بدن. روایت بعدی این است در کتاب جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، در هیئت تراث عربی بیروت هم چاپ کرده این کتاب رو. در جلد ششم این کتاب، در اینجا در صفحه 63 جلد ششم، در اینجا میاد میگه که ان مخالف اهل الحق کافر، مخالفین اهل حق که طبعا خودشون اهل حق میدونن کافر هستن. فیجب ان یکون حکم الکفار، حکمش حکم کفار است. الا ما خرج بالدلیل، الا کسی که با دلیل خارج بشه. و المخالف لاهل الحق کافر بلا خلاف بیننا، میگه که کفار، مخالفین شیعه، مخالف اهل حق، همه کافر هستن و هیچ اختلافی هم بین علما در این مطلب نیست. تشکر احمد جان. و در کتاب الانوار النعمانی مفصل در این مورد صحبت شده. حتی امام ابو حنیفه
رحمه الله رو این کتاب الانوار النعمانی است از سید نعمت الله جزایری، اینم صفحه بعدش، اینم شناسنامه‌اش. در اینجا حکم ناسب رو بیان میکنه. بعد میگه که نواسب مانند ابو حنیفه و همه اهل سنت نواسب گفته میشن، کسانی که انکار بکنن و امامت رو انکار بکنن، و کسی هم که ناسبی میشه و مانند ابو حنیفه اینا از امام صادق روایت دارن که خود مال ناسب حیث ما وجد و ابعث علینا بالخمس، مال ناسب هر جا دیدی بگیر و خمسش هم برای ما بفرست. تکفیر صریح هست برای اهل سنت. در اینجا میگه که از اهل سنت مخالفین شیعه کسانی رو که شما بکشید دیه اینها از دیه سگ هم کمتر است و اهل سنت رو به یهودی و مجوسی تشبیه میکنه. تشکر احمد جان. و در مورد اهل سنت روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه از مولا محمد تقی مجلسی، پدر مولا باقر مجلسی، همین که حشیش میزده، جلد 5 صفحه 23. روایت هم از کلینی میاره، روایت هم حسن که صحیح هست، روایت قبول دارن. قلت لابی عبدالله ایحج رجل عن الناصب، آیا آدم میتونه از ناصبی حج بکنه؟ بعد اینجا شرحش میده، میگه ای غیر الاثنا عشری، ناصبی یعنی غیر اثنا عشری، او از سنی یا سنی، او معادل اهل البیت یا دشمن اهل بیت باشه. ناصبی کی است؟ غیر اثنا عشری یا سنی یا دشمن اهل بیت. فقال لا فإن الجميع کفار، همه اینا کفار هستن، غیر اثنا عشری و سنی و دشمن اهل بیت. لا ينتفعون بعباده، عبادت شما برای اونا فایده نداره. ولا يجوز السعي في تخفيف العذاب عنهم ايضا، و جایز نیست که شما بخواید که عذاب رو از اونها کم بکنید. بل یستحب اللعن علیهم، بلکه باید اونها رو لعن بکنید. این ادب شیعیان اثنا عشری است که در کتاب‌های علمای بزرگشون مانند محمد تقی مجلسی، پدر مولا باقر مجلسی آورده. روایت هم الحسن که صحیح، بعد نگن که روایت های ضعیف ما رو میرن پیدا میکنن میارن نشون میدن. تشکر احمد جان. در این کتاب، در کتاب کافی هم مطلبی رو در اینجا میاره و در اینجا غیر شیعیان رو کافر میدونه. در روایت 5 از کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 222. تشکر احمد جان. روایت دیگر در کتاب حق الیقین هست فی معرفت اصول الدین. در اینجا میگه که مخالفین کافر هستند فی الدنیا و الاخره، و اونها مخلدون فی الاخره، یعنی جاویدان در آتش دوزخ هستند. این هم مخالفین. تشکر احمد جان. کتاب حق الیقین بود. تکفیر سفینة البحار است. این شیخ عباس قمیشون، من مات و لیس له امام مات میتة الجاهلیه کفر و شرک و ضلاله. این کسی که باب کفر مخالفین من نصاب، کسی که امامت رو قبول نداشته باشه، این شخص مرگ جاهلیت مرده، کافر و مشرک و گمراه. تشکر میکنم. در کتاب الاعتقادات شیخ صدوق هم در اینجا کسی که انکار بکنه، این انسان مانند کسی است که انکار نبوت کرده باشه و این انسان کافر است. تشکر میکنم. در اینجا که مطلب جالب میگه قال صادق من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین فهو کافر، کسی که در کفر دشمنان ما و ظالمین به ما شک بکنه او کافر است. و طبعا میدونید که منظورشون اهل سنت هست و در این روایت میگه که و انکر واحدا من بعدی من الائمه انه بمنزله من اقر جمیع الانبیاء و انکر نبوت محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که امام انکار بکنه مانند کسی است که همه انبیا رو قبول داره اما نبوت محمد صلی الله علیه و سلم رو قبول نداره. اینم از اعتقادات شیخ کذوبشون. تشکر میکنم. در اینجا الاعمالی صدوق
در اینجا هم روایتی رو میاره که کسی که یکی از اصحاب رو بر علی فضیلت بده کافر میشه. و در اینجا روایتی دیگه من انکر امامت علی بعدی کان که من انکر نبوتی فی حیاتی و من انکر نبوتی که من انکر ربوبیت ربی عزوجل. کسی که علی رو بعد امامت علی رو بعد از من انکار بکنه مانند کسی است که نبوت رو انکار کرده باشه در زندگی من، و کسی که نبوت رو انکار کنه مانند کسی است که وجود الله سبحانه و تعالی رو انکار کرده باشه. این از اعمالی شیخ صدوقش. و از این بالاتر رفتن و گفتن که در بهار الانوار گفتن کسی که بگه فقط که امامی را انکار بکنه کافر است، روز قیامت خدا بهش نگاه نمیکنه و به بهشت نمیره و به جهنم میره. و حتی اگر کسی بگه من قال ان لفلان و فلان فی الاسلام نصیب، اگر کسی فقط به مجرد اینکه بگه که ابوبکر و عمر 1% هم ایمان داشتن، اینها چیان؟ کافرن. تشکر احمد جان. در اینجا هم در کتاب قصص الانبیا از نعمت الله جزایری در اینجا میگه که اصحاب مذاهب اربعه اینها کسایی هستن که و جعل المذاهب الاربعه وسائط و ابوابا بین و بین ربهم و اخذ احکاما، کسایی که مذاهب اربعه رو قبول میکنن و این مذاهب رو بین خودشون و بین پروردگارشون در اخذ احکام قرار دادن، اینها هم کسایی هستن که در آتش جهنم میسوزن و بطلان عبادتشون باطل است. و این صاموا و صلوا و حجوا و زکوا و آتوا من العبادات، ولو اینکه روزه بگیرن، نماز بخونن، حج بکنن، زکات بدن و عبادت ها انجام بدن و اگر از این بیشتر هم انجام بدن. و دلیل چی است؟ که انهم آتوا الی الله تعالی من غیر ابواب التي امر بالدخول منها، زیرا آنها طریق ابوابی به سوی الله داخل شدن که غیر از ابوابی است که الله تعالی امر کرده، چرا که به نظر اینها باب چی است؟ حضرت علی فرموده که انا مدینه العلم و علی بابها، و کسی که شیعه اثناعشری نباشه و ائمه را قبول نداشته باشه ولو اینکه همه این عبادات را انجام بده، این انسان کافر و مخلد در آتش جهنم است. تشکر احمد جان. و همین مطلب رو هم در کتاب دیگرشون آورده. تشکر میکنم احمد جان. و منکر امام کافر است در اینجا در کتاب من لا یحضر الفقیه مطلب رو آورده. اگر کسی امام پیشوایی که از شما خواندن است منکر شود، آلش چگونه است؟ فرمود هر کس امام حق را منکر شود او از خداوند بیزاری جسته و همینطور او و از دین او و او کافر است و از اسلام بازگشته و مرتد شده است، زیرا امام از جانب خداوند است و دین او دین خداست و هر کس از دین خدا براءت جوید پس او کافر است و خونش در چنین حال مباح است. روایت هم صحیح است، سندش بنابر ذکری که کردن در کتاب من لا یحضر الفقیه، ترجمه خود امین آخوندها در قم. تشکر میکنم. این مرور کوتاهی بود بر این روایت. حالا یکی مثلا مهران مدیری، این دلقک رافضی، میاد در یک برنامه در صدا و سیمایی که در دست همین آخونداست و تقصیر مهران مدیری هم نیست و امثال مهران مدیری، اینها کسانی هستند، زبالایی هستند که همین مدرسه آخوندی تحویل ملت داده. اینا کسانی هستند که در مدرسه خمینی بزرگ شدن، در مدرسه کلینی و مجلسی و قزوینی و مکارم شیرازی و گلپایگانی و سیستانی و خویی و اینا بزرگ شدن. اینها شاگردانی هستند که همین چیزها رو از روز اولی که دست چپ و راستشون شناختن در صدا و سیما و در سینما و در فیلم و در سریال و در سرود و در کتاب‌های درسی و در کتاب‌های اعتقادی این چیزها رو خوندن. من دیروز داشتم صحبت می‌کردم با دوستان، ما نمیخوایم عذر بتراشیم برای مهران مدیری، منتها توهینی که ایشون به حضرات طلحه و زبیر کرده، اینا اصلا طلحه و زبیر رو نمیشناسن، عایشه رضی الله تعالی عنها رو هم نمیشناسن، اصحاب پیامبر رو نمیشناسن، چون مصدر تلقی اینها در مورد دین، در مورد صحابه، در مورد اسلام آخوند دروغگویی مثل قزوینی است که کلیپش رو پخش کردیم. و کسی که معلمش شیطانی مثل قزوینی باشه، کسی که مرجع تقلیدش زندیق مثل مکارم شیرازی باشه، تقصیری نیست. این بیچاره مثل کامپیوتری که شما هر ویندوزی خواستید بندازید توش.
اینا مصدر این اطلاعاتی که میگیرن در مورد اصحاب و در مورد دین اسلام همین آخوندهای زندیق و مشرک هستند. خمینی رهبر این نظام فاسد، رهبر این زنادقه‌ای که امروز در ایران حکومت میکنن، آخوندی که همسال قزوینی و مکارم شیرازی و غیره پیروانش هستن، کسی که این نظام رو تأسیس کرده، میدونید که نظرش در مورد طلحه و زبیر و عایشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین چی است؟ مشکل مهران مدیری نیست، مشکل اعتقاد است، مشکل دین و مذهب است، مشکل سران زندیق این مذهب است، مشکل خمینی مرتد زندیق است که این عقیده رو داشته. مهران مدیری آنچه که از بادارانش، آنچه که از علمای این دین ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی شنیده رو داره بازگو میکنه. همون چیزی رو داره نشخوار میکنه که قبلا خمینی نشخوار کرده بود، قبلا مجلسی نشخوار کرده بود، قبلا کلینی نشخوار کرده بود، قبلا صدوق نشخوار کرده بود، قبلا مفید نشخوار کرده بود. من خدمت شما عزیزان از کتاب خود خمینی خدمتتون نشون میدم تا بدونید که مشکل مهران مدیری نیست. بعد دوستان پیام فرستن آقا شما در مورد مهران مدیری صحبت بکنید، رد بکنید اینشون رو. یقینا ما رد میکنیم. هر سنی معتقد رد میکنه، هر سنی عادی رد میکنه، حتی یک انسان آزاده و با شرف و با وجدان رد میکنه که کسانی رو که 1200 سال قبل، 400 سال قبل از دنیا رفتن، در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اینها رو بیاد در یک برنامه تلویزیونی، اونم از صدا و سیمایی که هر ساله از به مدت یک هفته از 12 ربیع الاول به بعد هفته وحدتشون شروع میشه تا 17 ربیع الاول، گلوها پاره میشه که آهای ما وحدت بین امت اسلامی میخوایم. عایشه و طلحه و زبیر و ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه‌ای که دین ما هستن، اعتقاد ما هستن، دین رسول الله رو برای ما رساندن، اینها رو مؤسس این نظام خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها میدونه. بعد میان هفته وحدت میزنن، کنفرانس و کنگره میزنن که آهای مسلمان ها ما وحدت میخوایم. کدوم وحدت؟ دروغ میگن، فریب میدن مردمو. این کتاب طهاره از جلد 3 تالیف فقیه محقق آیت الله العظمی الامام الخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی هم این رو گرفته چاپ کردن. در صفحه 457 در مورد انواع کفار داره صحبت میکنه. کفار در مورد طهارت ناسب میگه اما بقیه اقوام و طوائف از نصاب، بل الخوارج. نصاب گفتیم که در مذهب شیعه اثناعشری گفت که ناصبی یعنی غیر اثناعشری یا سنی. فلا دلیل علی نجاستهم و ان كانوا اشد عذابا من الكفار. دلیل بر نجاستشون نیست ولو اینکه عذابشون شدیدتر از کافران باشد. فلو خرج سلطان علی امیر المؤمنین علیه السلام لا به عنوان التدین بل للمعارضه فی الملک، اگر سلطانی بر امیر المؤمنین خارج شود نه به عنوان تدین بلکه برای مخالفت با او در ملک، او غرض آخر یا برای چیز دیگه، که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و اشباههم، مانند عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و اشباههم، او نسب احد عداوة له او لاحد من الائمه، یا کسی که دشمنی داشته باشه با امیر المؤمنین یا با یکی از ائمه، لا به عنوان تدین، نه به عنوان تدین بل لعداوت قریش، بلکه برای عداوت قریش یا بنی هاشم یا عرب، او لاجل کون قاتل ولده او ابیه، یا به خاطر اینکه قاتل فرزندش یا پدرش باشه، او غیر ذلك یا غیر از این. لا یوجب ظاهرا شیء منها نجاسة ظاهریه، یعنی میگه اینها نجاست ظاهری ندارن. و این کانوا اخبث من الکلاب والخنازیر، ولو اینکه اینها خبیثتر از سگها و خوکها هستند. این حرف خمینی است. حالا اومدن دفاع بکنن از این حرفش همین چوپان دروغگو و دیدیم که افتضاح به بار آورد و میخواست انکار بکنه، از بد بدتر شد. متاسفانه این عقیده اینها است، این دین و مذهب اینها است که این گونه تربیت کردن. مهران مدیری و امثال مهران مدیری تربیت یافته های مدرسه خمینی هستند.
تربیت یافته های مدرسه کلینی و مجلسی و مفید و غیره هستن. اینا هستن که مخالفین خودشون رو تکفیر میکنن، خونشون رو مباح میدونن، مالشون رو غنیمت میدونن. حتی که مال اهل سنت رو هم گرفتن باید خمسش رو ببرن به جناب مرجع تقلید بدن تا این خودفروش های بیدین و این شاگردان عبدالله بن سبع یهودی پولشون بیشتر بشه، سرمایهشون بیشتر بشه.